زندگی برهان من مرده بودم زنده‌ام کردی بیا ای جان من مرده بودم زنده‌ام کردی بیا ای جان من بحری پابوسی تو هر چون سبزه سر میکشی بحری پابوسی تو هر چون سبزه سر میکشی داشت با خود نسخه از حسرتی میجگان من داشت با خود نسخه از حسرتی میجگان من داشت با خود نسخه از حسرتی میجگانی من هر کجا می رفت آوازه به گوشی نازکش با تپیش سر می کشید آنجا دلی نالانی من با تپیش سر می کشید آنجا دلی نالانی من انتظاری داشتم در گوشه بیرانه یوسفیستان کرد فضلش یوسفیستان کرد فضلش خوبه انسانی من یوسفیستان کرد فضلش خوبه انسانی من سوز دلو دست ته شرمنده به دل سوز دلو دست ته شرمنده جز دعا دیگر چیا ید از بنو سامانی من به دل سوز چی آید جز دعا دیگر چی آید از من و سامانی من جز دعا دیگر چی آید از من و سامانی من جز دعا دیگر چی آید از من و سامانی من با صمیمیت و محبت خاص درود عرض میکنیم دوستان عزیز و ارجمند. برنامه فضا است و آمدیم که با ترانه‌های جذاب با حضور مهمانان عالی قدر برنامه امروز را پیشنهاد شما گردانیم و امیدواریم که از این برنامه لذت میبرید. در مهمانی برنامه ما قرار دارند هنرمندان از انسمبل شش مقام ولایت ختلان، هنرمندی مردمی تاجیکستان استاد امردین کبیری و دو نفر آوازخوان جوان مسلمه و شهرام که در انسمبل شش مقام ولایت ختلان فعالیت میکنند و قدم های نخستین خود را در این جاده نهادند و برنامه با یک ترانه زیبا آغاز گردید. غزلی بدیل آهنگی استاد اکاشریف جورایف. انسمبل ختلان همین گونه جوانان زیادی را اطراف خود جمع کرده است تا هنر نیاگان را، موسیقی های کلاسیکی را برای آنها بیاموزاند تا آنها دوام دهنده هنر گذشتگان خویش باشند. درود استاد،
خوب هستید؟ سلامت باشید. خب اگر درود پیامی دارید به بیننده بفرمایید. تشکر زیاد به کارمندان تلویزیون سفینه علل خصوص برنامه فضا که انا همه خیل هنرمندا را پیوسته دعوت میکنن و به مردم هنر و استعداد این جوانان را نشان میدهند. باز هر وقت اینا در آینه نیلگون خودشان میبینند، سروداشون میشنوند، هم اگر کم بودی انگیزهشون بیشتر میشود. بله، ذوق اینا باز زیادتر میشود و بالای انمون ایجادات خود خوبتر کار و فعالیت میکنند. مسلم بانو امسال در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من یک جای سزاوار را صاحب گردیدن. قاضی به آزمون است، بهترین جای دیوم نصیب این کس گردیده است. این جوانا اونایی هستند که در انمون مکتبی استاد و شاگرد در نزد این انسامبل عمل میکنند. اینا به واسطه بله اعضایان انمون محفل هستند بهتر. و در همه چاره‌بینی ها، چه در ولایت، چه در جمهوری، چه در ناحیه ها، اینا پیشبری میشوند. هنری خود بله جوان هستند، حالا بله. هنری خود روز به روز سیکل داده است. مسلم خان شما چند سال داره؟ 16. 16 سال. مکتب میانه تحصیل میکنید. چگونه راه یافتید به این انسامبل؟ من از خورده سرودخوانی را خیلی دوست می‌دارم. استادم شیرعلی قاسموف به این انسامبل مرا دعوت کردند. کی دعوت کردن؟ سال گذشته. سال گذشته. قبلا در مکتب سرودخوانی میکردید؟ بله. خب چرا خواستید که به انسامبل ششم خوب روید؟ چون جوان‌ها در سن سال شما بیشتر تلاش میکنند که مثلا با موسیقی معاصر سر و کار گیرن، سرودهای معاصر رو استادی رو زمزمه کنن. چرا شما خواستید که مثلا جاده کلاسیک رو انتخاب کنید؟ هم ششمخوانی میخونم، استرادا، فلک. بیشتر سرودهای کلاسیکی برای شما پسند است؟ آفرین، خسته نباشید. واقعا خیلی جوان هستن. بله جوان هستند. اما شهرام هم ختم کننده کنسرواتوری به نام طلب خوجا ستاروف بعدی ختم این کنسرواتوریا اینم دعوت شد بر همون انسامبل. همراه ما هر روز تمرین کرده ایستاده است، سرودهای نو به نو ایجاد کرده ایستاده است. اینا همین راهبر کارخانه وقتی متخصص است، کار در اونجا خیلی خوب به راه مانده می شود. اکای شیرعلی قاسم خودش هم کمپوزیتور است، هم ایجادکار خوب است، هم انمی مردم درگیر خودش توانسته است که در یک مدت کوتاه سرجم کند. بله. خب شما در آزمون چرا کرده؟ بله. در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من از نمینت سه سرودهای کلاسیکی استراد. شما استراد هم میخونید؟ آفرین. اونجا چگونه گذشت؟ خیلی خوب. بسیار ایجادات نو به نو از دیگران زمزمه کردم. سرودهایی که را خوانده؟ تاجیکستان. آهنگی کی است؟ امروخان رحیم‌زاده. خب میشود برای ما بخونید، همین گونه یک زمزمه کنید از آن سرودهایی که در آزمون خواندید، زمزمه کردید و شما را غالب کرد. تاجیکستان دوست با جانی جوان دارم تو را، مثل مادر غمگسار و مهربان دارم تو را. تاجیکستان دوست با جانی جوان دارم تو را، مثل مادر غمگسار و مهربان دارم تو را. شکر من آسودم از فیض استقلال تو، از لحاظ معنوی روح و روان دارم تو را. گرمیت چون آفتاب و روشنیت ماهتاب، اختری در آسمان قطبی جهان دارم تو را. گرمیت چون آفتاب و روشنیت ماهتاب، اختری در آسمان قطبی جهان دارم تو را. تاجیکستان دوست با جانی جوان دارم تو را، مثل مادر غمگسار و مهربان دارم تو را.
آفرین، خسته نباشید. خب خیلی خوب است که این جوانان برای درست می روند. بله، تربیت درست و راه ماندگی که است ان شاء الله که اینا انتخاب متن هم انتخاب سرود هم، بله، هر یک چیزی که این بینو سپرده می شود تحلیل کرده می شود، از نظر شاعرها گذرانده می شود. بله واقعا. تا حالا چی پیشنهاد می شود؟ باز شهرام جان یک سرود را تقدیم کنه برای مردم، بعد صحبت دوام دهیم. خب مرحمت بفرمایید. دردم گذشت حاجتی درمان نمانده است، زخمم شکوف خونچه ای هجران نمانده است. حسنی غرور می کشم، حسنی سروری من، سحری ترانه آفرین الهان نمانده است. سحری ترانه آفرین الهان نمانده است. صبر پرورم از آسیاتیست، دردم زی خستم نتی ایسیام نمانده است. دیگر زی سازی آشنا جانم نمی تپد، جان را زی تاب و طاقتی غم جان نمانده است. جان را زی تاب و طاقتی غم جان نمانده است. بگذشت فصلی خوش سردی عشقا سیلم، در ذرت زهر تلخی گریان نمانده است. جای زبود عشقی ما یا محشری جزا، در یاد یاد کارش گریان نمانده است. جای زبود عشقی ما یا محشری جزا، در یاد یاد کارش گریان نمانده است. دردم گذشت حاجتی درمان نمانده است. زخمم شکوه خونچه ای هجران نمانده است. زخمم شکوه خونچه ای هجران نمانده است.
تشکر زیاد آفرین شهرام. واقعا یک اجرای خیلی زیبا بود. غزلی خطا نکنم استاد گلرخسار است. بله. آهنگی خلقی است. آهنگ خلقی است. آهنگ کلاسیکی است و واقعا یک شعر معاصر را در آهنگی کلاسیکی اجرا کردن خیلی بله. جالب است، چون دردهای معاصر در اونجا از دردهای یک انسان ایجادکار در این غزل نهفته است. واقعا لذت بردم. آفرین. شهرام کی پیوستند به خودی؟ شهرام این در عائله تربیه یافته است که همه این برادران این اهل عائله اینا در انم یک فضای فرهنگی کلان شدگی هستند. این در یک فضای فرهنگی کلانش از خوردی همین پیوسته به انم آوازخوانی مشهور همون بود که انم ذوق دلی این بود که تا کنسرواتوری آمده در اینجا ختم کرد و مدتی 2 سال می شود که پیوسته در همین انسامبل شامل ای و آهسته آهسته اینا که قدم های اولین واقعا در صحنه مانده ایستادن. ولی صدای خیلی قوی دارد. به حد صدای خوب دارد و اخلاق خوب دارد. به حد اخلاق خوب دارد که اگر همیشه دوام دادن گیره انشالله که به همه مرتبه های همین صنعت انشالله که میرسن. خب آفرین شهرام. کدام شعبه رو ختم کرده؟ شعبه آوازخوانی اکادمی. گفتن محیط فرهنگی و ویر است. چگونه محیط بود؟ برادرانتون کی هستند؟ عمک‌های من مقصد همه‌شون آوازخوان هستند. خب کی ها؟ قربان زایر، مراد زایر، باز پدرم. در محیط موسیقی به ویر است. بله. چگونه محیط بود؟ چی کار میکردید در اونجا؟ و اونجا تمرین ها میشد. میرفتم در جوان ها مشق میکردم. بله. یعنی همیشه کوشش میکردید که با اهل فرهنگ و اهل موسیقی باشید. بله. خب چرا خواستید که سرودخانه اکادمی رو از خود کنید؟ خواستم که آواز خود رو تکمیل دیم. بعد از آن خواستم که باز با ژانر کلاسیکی. خب سرودهای اکادمی هم خونده میتوانید؟ بله. میخورید اگر درخواست کنید؟ سرود رسپوبلیکای من آهنگ شراف‌الدین سیف‌الدینов. در دل را برویت وانمودم، تو را در دیده و دل جا نمودم، به جسم و جان خود ما وانمودم، با وصفت شیرینم انشا نمودم. دل و دلدار رسپوبلیکای من، دل و دلدار رسپوبلیکای من، بشورت یار بشورت یار رسپوبلیکای من، رسپوبلیکای من. آفرین. سلامت باشید. تشکر زیاد. وقتی مثلا سرودخانه اکادمی را شما اگر از خود کرده باشید در این بخش شما اگر تحصیل کرده باشید حتما که سرودهای کلاسیکی تاجیکی نیز برای شما سختی نمیارد. بله بله. خیلی خوب. وقتی که این ژانر اکادمی را از عهدهش کس میبره دیگر همه همون ژانرها برای خواندنش خیلی آسانه. از دیگر ژانرها هم تجربه میکنید؟ مثلا استراده و سرودهای خلقی هم میخونید؟ خلقی نه اونقدر استراده هم میخونید. خب چگونه است مثلا در ژانر کلاسیکی سرود خواندن و من تجربه را در این سمت سیقل دادن؟ من فکر میکنم که آواز خود را تکمیل میدهد سرودهای کلاسیکی. بیشتر میخواهید که همون در اوج بلند سرود بخونید. سرودهایی که اوج بلند. بله. آفرین. خسته نباشید. خب باز چی پیشنهاد می‌شود؟ مسلم بانو یک سرود دیگر بیا برای بینندگان بهتری میشود. مرحمت. عزیز بخوانه. عالی. بعد صحبت ادامه می‌دیم. حتما. هستی و ایمانی منی تاجیکستان دل من، نبض دل و جانی منی تاجیکستان دل من، هستی و ایمانی منی فکرم از خودم ثروت ناد
و خواهد گل و گلزاری من است مری تو در دلم افزون و تو وجدانی منی هیچ گنجی بجوان با تو برابر نشود مهنی من شرف و عزت و عرفانی منی تاجیکستان دل من نبض دل و جانی منی تاجیکستان دل من هستی و ایمانی منی خوشتمی وطن خورده برون از وطنم لفظی خوش دیدم و گفتم تو زیرش داری منی گشته از شعر و غزل قلبی نیوانی سر شد ای وطن جانی منی جانی منی جانی منی تاجیکستان دل من نبض دل و جانی منی تاجیکستان دل من هستی و ایمانی منی تاجیکستان دل من نبض دل و جانی منی تاجیکستان دل من هستی و ایمانی منی کردم از خود من ثروت نادکارت در منظره و باغ و گلستانی منی ای وطن جانی منی تاجیکستانی منی ای وطن جانی منی تاجیکستانی منی انسامبلی شش مقامی ولایت ختلان انسامبلی هست که در اونجا نه تنها با ژانر مقام اکتفا میکنن یعنی هنرمندانی انسامبلی مذکور کوشش میکنن که در برابر اجرای ترانه‌های کلاسیکی اجرای ترانه‌های مقام با ژانرهای دیگر نیز رو بیاورن یعنی هم اونجا استرادا میخوانن سرودهای خلقی میخوانن او به این گونه است بله اینا قریب که همش اونیورسالن اینا باید در معرکه ها مثلا اشتراک میکنن در چورابینی ها اشتراک باید همه طرف ها باید آماده باشن و این همش از روی هم ذوق بلند اینا هی ذوق بلند در انمی کسب که دارن هم شش مقام خوانده میتونن هم سرودای خلقی رو هم فلک خوانده میتونن به همه چیز اینا تیارن همه وقت واقعا درباره محفلی استاد و شاگردی کمی قصه کنید این محفل کی تأسیس یافت و مقصدش چی است اصلا چگونه فعالیت میکند محفل استاد و شاگرد زیاده از 10 سال است که در نزد همین انسامبل شش مقام فعالیت دارند انا مدت 10 سال همین ایدبای یوسف این راهبری میکنه این یگانه متخصصی است که ساحه شش مقام در ولایت خوب میفهمه در تربیه همین جوانایی که به این ژانر میل دارن خیلی سهمی زیاد دارن اینا وقتی جمع میشون همون سرودار اول ثبتای یعنی سرودار کلاسیکی را گوش میدن هر یک متن و هر یک
چیز به اینا که میفهمونن آهسته آهسته یک مراتبه مثلا میخونن، 2 مراتبه میخونن، ذوق اینا این باز به همین 6 مقام بلندتر میشود. روزهای اول اینا که اومدگی بودن با اون درجه که مثلا این حاضر رسیدن در این سطح خواندن نمیتونستن 6 مقام. در همون فضای همون مقامی تربیه یافتن، این سرودا رو بسیارتر گوش کردن، ذوقشون بلند شده. امروز بین که طلبه صفی 8 9 است، یک چیزای وزبین، یک چیزای نازکی را میخوانه که به طریق زنده. خیلی نورسای هستن که مایلشون خیلی زیاد هست. باز هم هستن نفرات زیادی. بله. ما امروز چگونه از رجای کاریش که دعوت میکند اینا هفته 2 مرتبه مثلا این مکتب خانه است. هفته 2 مرتبه میبیاد در این محفل اشتراک میکنه، همون سپارش ها رو میگیره و دنبال در تلفنشون ثبت میکنن، همون چیزا رو مشق کرده میستن. بله بهتره. خب تشکر زیاد، سپاسگزارم به همه آنهایی که امروز به برنامه تشریف آوردن، خاصه به مطربان، به شما، به این 2 نفر جوانانی که امروز در برنامه شرکت ورزیدن. امیدوارم که این برنامه برای بیننده هم پسند اومد. در انتها چی پیشنهاد میکنید؟ آسمان صاف، تنجی آسودگی دیار و به اینا بخت و سربلندی های بزرگ در راه ایجادی بگذار که همه قوله های بلند همین صنعت و فرهنگ برسند. باز شهرانجام باید یک سرود برای بینندگان پیشنهاد میکنم. خب دوستان عزیز، همینجا به انتهای برنامه امروزه فضا در رسیدیم. یادآور میشیم که هنرمندان از انسمبل 6 مقام ولایت ختلان به برنامه تشریف آوردند. استاد امرالدین کبیری و 2 نفر آوازخوان جوان، مسلمه و شهرام، که شما شاهد اجرای ترانه‌های زیبای آنها گشتید. به شما روزگار خوش تمنا داریم. بازم یک ترانه دیگر میشنویم. رفتیم. جمال و شرمی روید، دوست دیده به سوی من نظر کن، که شانه بیزد به تاری موید، از تیغ نگاهی من حذر کن، که شانه بیزد به تاری موید، از تیغ نگاهی من حذر کن. جان میل نکنم اگر بسوید، من زیر بگفتمت زبر کن. میل نکنم اگر بسوید، من زیر بگفتمت زبر کن. نگذارم اگر قدم بگوید، تو قبله به جانبی دیگر کن. شب مست شدم زی مشک و بوید، آغوش مرا تو تا سحر کن. شب مست شدم زی مشک و بوید، آغوش مرا تو تا سحر کن. این شادی من زی غمزه هایت، حضور به آب مشتر کن. این شادی من زی غمزه هایت، حضور به آب مشتر کن. شوقی دلی مازی جلوه هایت، پیراهن گل زینم ببر کن. شوقی دلی مازی جلوه هایت، پیراهن گل زینم ببر کن.
سوی من نظر کن که شانه بیزد بطاری موید از تیغ نگاهی من حذر کن که شانه بیزد بطاری موید از تیغ نگاهی من حذر کن از تیغ نگاهی من حذر کن از تیغ نگاهی من حذر کن